اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله. حدیث در صحیح مسلم از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است که رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید و اکثریت علما این حدیث را با داستان اصحاب اخدود که در سوره بروج آمده است ارتباط می دهند. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که در زمانهای گذشته یک پادشاهی بود و آن پادشاه یک مشاور ارشد داشت که جادوگر بود و یا ساحر بود. یکی از روزها این مشاورش نزد پادشاه می آید و برایش می گوید که یک شخص دیگر را باید انتخاب کنی تا ما امی علم جادوگری و یا ساحری را برایش انتقال بدهم، چرا که مشاور پادشاه به سن پیری رسیده بود. بناهن پادشاه یک پسر جوان را به خاطر آموختن علم جادوگری نزد مشاور خود فرستاد و انتخاب کرد. پسر جوان هر روز نزد مشاور پادشاه می رفت و علم جادوگری را می آموخت. یکی از روزها وقتی که به طرف مشاور پادشاه می رفت تا علم جادوگری را بیاموزد، در راهش یک عالم موحد با عقیده که در دوران عیسی علیه السلام وجود داشت برای مردم دعوت می داد و از توحید و یگانگی الله متعال صحبت می کرد. پسر جوان درنگ کرد در مجلس این عالم و وقتی سخنهای این عالم را شنید بالایش تاثیر گذاشت و دوباره حرکت کرد که برود به طرف ساحر. وقتی که پیش ساحر رفت ناوقت رسید، بناهن ساحر او را مورد لت و کوب قرار داد. دوباره وقتی که میخواست بیاید به طرف خانه، باز هم با عالم موحدی که در امو دوران وجود داشت مواجه شد و از سخنهای زو میخواست که مستفید شود. بناهن وقتی که دوباره به خانه برگشت بالایش ناوقت شده بود و پدر و مادرش او را مورد لت و کوب قرار دادند. پسر چون میخواست که از این عالم عیسوی استفاده زیاد کند و همچنان نزد جادوگر برود، قضیه را برای عالم عیسوی بیان کرد. عالم عیسوی برایش گفت من برایت یک راه حل دارم. وقتی که تو در نزد جادوگر رفتی و بالایت ناوقت شده بود، برایش بگو که مرا پدر و مادرم منتظر ساخته بود و وقتی که تو دوباره به خانه برمیگشتی بر پدر و مادرت بگو که مرا جادوگر منتظر ساخته بود. بناهن این مشکلت حل می شود. پسر جوان روزها در نزد عالم عیسوی می آمد و علم توحید را از او می آموخت و همچنان در نزد جادوگر می رفت و جادوگری را می آموخت. یکی از روزها در قریه یک حیوان پیدا شد که همگی از کشتن آن عاجز شدند. جوان با خود گفت که امروز من می خواهم یک امتحان کنم. سنگ را گرفت و بلند کرد، گفت ای الله متعال، اگر دین عالم عیسوی در نزدت محبوب است از کارهایی که جادوگر می کند، پس این حیوان را از بین ببر. و آن سنگ را به طرف آن حیوان پرتاب کرد و حیوان از بین رفت. وقتی که صبح شد در نزد عالم عیسوی آمد و برایش داستان را بیان کرد. عالم عیسوی برایش گفت که الله متعال توسط تو کرامت را نشان داد، بناهن متوجه باشی که الله متعال تو را مورد امتحان خیش قرار می دهد. دوستان عزیز، من می خواهم کمی در امیجا مکس داشته باشیم. هر مسلمانی که ادعا می کند که من مسلمان هستم باید این ادعایشان توسط الله متعال چک شود و الله متعال هر مسلمان را مورد امتحان قرار می دهد تا الله بداند که کی در ایمان خود راست می گوید و کی در ایمان خود دروغ می گوید.
قسمی که ما در دنیا امین روال را داریم. یک شخصی اگر بخواید بیاید برای مردم بگوید که من دکتر هستم، باید امتحان بدهد و از چیزهایی که خوانده است مردم از پیشش پرسان میکنند تا ثبوت شود که شخص متذکر دکتر است. بناهن وقتی که یک انسان میآید و میگوید که من مسلمان هستم، الله متعال او را مورد آزمایش قرار میدهد. قسمی که در صنف بعض سوالات قسم جور شده است که یک شاگرد ممتاز باید مشخص شود. یک سوال در امتحان می باشد، اگر شاگرد آن را حل کند آن شاگرد درجهش به اول می رسد. امین قسم در جنت مقامهای بزرگ وجود دارد و راهها کوچکتر شده می رود تا به وقتی که یک جایگاه و یک مقام می ماند که آن مقام به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم مختص داده شده است. بعد از او مراتب پایین و پایین تا بالاخره که به مقام های می رسیم که مسلمان هایی که ضرورت به شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند داخل بهشت می شوند. پس گپ ما ای است که وقتی مسلمان ادعای مسلمان بودن خود را می کند، الله متعال حتما او را مورد آزمایش قرار می دهد. جوان موحد کارش به جای رسید که از پیش او کرامات زیاد سر می زد و کسایی که کور بودند الله متعال توسط وی آنها را بینایی می داد و کسایی که کر بودند الله متعال توسط او برایشان شنوایی می داد. یک شخصی که دوست پادشاه بود و چشمان خود را از دست داده بود از قصه این جوان موحد خبر شد و در نزدش آمد و برایش گفت که من تمام دارایی خود را برای تو می دهم به شرطی که چشمان من را دوباره جور کنی. جوان موحد برایش گفت که ما کسی نیستم که چشمهای تو را جور کنم، بلکه الله متعال چشمهای تو را جور می کند، ولی یک شرط دارد که تو به الله متعال ایمان بیاوری. شخص و یا دوست پادشاه گپ جوان را قبول کرد و به الله متعال ایمان آورد و الله متعال چشمان او را بینایی بخشید. این شخص نزد پادشاه رفت و پادشاه از پیشش پرسان کرد که چشمهای تو را کی جور کرد؟ شخص برای پادشاه گفت که چشمهای مرا الله متعال بینایی بخشید. پادشاه برایش گفت بغیر از من تو الله دیگر را پرستش میکنی؟ دوست پادشاه برایش گفت که الله متعال خالق من و خالق تو است و ما بجز الله متعال کسی دیگر را معبود قبول ندارم. پادشاه شخص را مورد شکنجه قرار داد و از پیشش پرسان کرد که چشمهای تو توسط کی شفا بخش شده است، باید آن شخص را برای من نشان بدهی. دوست پادشاه چون مورد شکنجه قرار گرفت آدرس جوان را برای پادشاه افشا کرد. پادشاه جوان را خواست و جوان را وقت مورد شکنجه قرار داد. جوان برای پادشاه عالم موحد عیسوی را افشا ساخت. پادشاه عالم را آورد و برایش گفت که از دین خیش برگرد وگرنه سرت را دو توته می کنم. ولی عالم موحد از دین خیش بر نگشت و پادشاه با شمشیر سرش را دو نیم کرد و همچنان بر عساکر خود امر کرد تا دوست پادشاه را نیز از بین ببرند. عساکر گردن دوست پادشاه را نیز زدند. پادشاه وقتی چنین حادثات انجام شد خشمگین شده و برای سربازهای خود امر کرد که پسر جوان را گرفته و به بالای کو برده و از کو به پایین پرتاب کنند
گروه از محافظین پادشاه پسر جوان را با خود بردن و به بالای کوه بلند کردند. وقتی به بالای کوه رسیدند، پسر به الله متعال چنین دعا کرد: یا الله، تو خود به آل ایشان برس. در امین وقت کوه لرزه کرد. به غیر از پسر جوان تمام بادیگاردها و یا محافظین پادشاه از کوه به پایین افتادند و از بین رفتند. پسر جوان مستقیم بر نزد پادشاه آمد و پادشاه حیرت انگیز شد و برای پادشاه گفت که به غیر از الله متعال کسی نمیتواند من را از بین ببرد. پادشاه دوباره گروه از لشکر خود را امر کرد و گفت که وی را در کشتی بگیرند و در عمق دریا غرقش کنند. آنها چنین کردند. وقتی که در عمق دریا رسیدند، پسر جوان گفت: یا الله، تو به آل ایشان برس. دوباره پسر جوان تنها نجات پیدا کرد و مستقیم در نزد پادشاه آمد و برایش گفت: ببین، تو نمیتوانی مرا از بین ببری، ولی به یک شرط تو میتوانی که مرا از بین ببری. یعنی راز از بین بردن خود را برای پادشاه پسر جوان مشخص ساخت که چگونه میتوانی مرا از بین ببری. گفت: پادشاه، تو کار بکن، تمام مردم را جمع بکن و تیر را در کمان بگذار و آن تیر را به طرف من رها کن و بگو که به اسم الله رب الغلام، یعنی به نام پروردگار این پسر. بعد از او من از بین می روم. پادشاه تمام مردم را جمع کرد و تیر را در کمان گذاشت و به طرف پسر جوان نشانه گرفت و وقتی که تیر را رها می کرد گفت که بسم الله رب الغلام، به نام پروردگار پسر جوان. تیر از کمان خطا خورد و به گلوی پسر جوان اصابت کرد و پسر جوان از بین رفت. وقتی مردم این حادثه را دیدند که پسر جوان از چندین حادثه مرگبار نجات یافت و وقتی پادشاه نام الله متعال را گرفت و تیر را رها کرد، همه مردم یک جایی گفتند که اشهد ان لا اله الا الله. همگی گواهی دادند که معبود به حق بجز الله متعال نیست. پادشاه وقتی این حالت را دید بسیار خشمگین شد و لشکر خود را امر کرد که خندقهای بزرگ را حفر کنند و در آن خندقها آتشهای فراوان را شعله‌ور بسازند و هر آن کسی که از دین خیش بر نگردد در داخل آتش باید بیندازند. لشکریان پادشاه هر کس را یک به یک در داخل آتش سوزان می انداختند، ولی هیچ کس از دین خیش بر نگشتند. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که مادری بود امرای خود طفل شیرخور را حمل می کرد و دلش نخواست که در داخل آتش بیفتد. الله متعال طفل شیرخور را بر سخن می آورد و برای مادر خود می گوید: ای مادر، صبر کن، تو بر حق هستی. و آن مادر همراه طفل شیرخورش به آتش می سوزد. این بود واقعه و یا داستان اصحاب اخدود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.